دیگه وقتشه که دست نگه داری. دست نگه دار، حرکت نکن. این یه خواهش نیست، یه دستوره. من اینجام تا بهت کمک کنم. این زندگی پرپیچ و خم داره از کنترلت خارج میشه. تمام کارخونه ها، ماشین ها، مدارس، مراکز خرید رو متوقف کن. این چرخه بدون توقف سردرگم باعث شده که تو به این روز بیفتی. از یاد بردی که با چشمات به ستاره ها نگاه کنی. آرامش، صدای امواج، صدای زیبای آواز پرندگان رو از یاد بردی. سیب از درخت چیدن، برای حیوانات دست تکون دادن، در هوای کوهستان نفس کشیدن، به عقل سلیم گوش دادن. ما باید این چرخه خودخواهی رو بشکنیم. شما نمیتونید نقش خدا رو بازی کنید. همه ما یک وظیفه مشترک داریم و تو اون رو فراموش کردی. این چرخه بدون توقف سردرگم باعث شده که تو به این روز بیفتی. حال ما خوب نیست. حال هیچ کدوم از ما خوب نیست. داریم زجر میکشیم. سال قبل طوفان وحشتناکی از آتش ریه های زمین رو پر از دود کرد. شهرهای زیادی زیر آب رفتند. کوههای یخ آب شدند. ولی تو اونقدر بی‌مسئولیت بودی و نفهمیدی که همه چیز داره به سوی نابودی پیش میره. تو به فریاد کمک من گوش ندادی و نفهمیدی که تمام این آرامش خیالی در تمام این سالها که مشغول ساختنش بودی داره فرو میپاشه. من سیلی از آتش رو به ریه‌هات سرازیر میکنم. الان چطور؟ حالا گوش میدی؟ حال ما خوب نیست. من دشمن تو نیستم. من یک پیام رسانم. من دوست تو هستم. من نیرویی هستم که قرار تعادل رو برقرار کنم. الان داری گوش میدی؟ من دارم فریاد میزنم دست نگه دار. دیگه بسه. گوش میدی؟ همه جا رو نگاه کن. حالت خوبه؟ دیگه هواپیمایی تو آسمون نیست. دیگه چی میخوای تا بتونی از اکسیژنی که داری نفس میکشی لذت ببری؟ به اقیانوس نگاه کن. چی به سرش اومده؟ رودخونه ها رو ببین. زمین رو نگاه کن. حالش چطوره؟ به خودت نگاه کن. حال خودت چطوره؟ تو نمیتونی در یه چرخه حیات مریض سالم بمونی. همه چیز متوقف شده. همه میترسن. ولی با این ترس خودتون آزار ندین. اجازه ندین به شما مسلط بشن. به صدای عقل و خردت گوش بده. بذار من باهات حرف بزنم. یاد بگیر تا با چشمان زیبات لبخند بزنی. من بهت کمک میکنم اگه بهم گوش بدی. بنیاد امید اخباراتی.